زمان مرده چه وقتیه؟ مثلا وقتایی که شما کلاس خصوصی میری یا مدرسه میری میای، تو این رفت و آمدا مخصوصا اگه ترافیک باشه کلی ما تایم های مرده داریم، یا تایم هایی که مشاورتون بین پارت های درسی استراحت گذاشته 1 رو به 20 دقیقه، ولی شما ساعت رو نگاه میکنی میبینی بعد 2 ساعت گذشته و شما سمت درس نرفتی، یا تایم هایی که حوصله کتاب نداری، هی میگی میخونم میبینی ساعت شده 10 شب و تو هنوز کتاب رو نخوندی. اینا تایم های مرده محسوب میشن. برای اینکه ما بهترین استفاده رو از تایم های مرده داشته باشیم، پیشنهاد میکنم کتابای لقمه داشته باشید، کتابای کوچولو. یا اگه اونها رو نمیخواید، حتما میتونید مثلا لغات زبان بخونید، فرمولای فیزیک، شیمی، ریاضیتون یه گوشه بنویسید همراهتون باشه، یه نگاهی بهش بندازید، تو مسیر کلاساتون که میرید حتما در حال خوندنش باشید. این خیلی کمک میکنه. یا وقتی خونه بی‌حوصله حوصله درس خوندن ندارید، با اون درسی که مورد علاقتونه یا بیشتر بدانید کتاب که میدونید مهم نیست شروع بکنید، حرکت که کردید بقیه‌اش راحت.